سلام دوستای گلم. آموزش یه سارافون حالا بچگونه خیلی شیک و قشنگو داریم که البته بهتون میگم تو هر سایزی چطوری ببافینش. ببینین بچه ها، سارافون ما به این صورته. من شکلشو براتون بکشم که متوجه بشین. این قسمت بالاتنه و قسمت دامنمون. ما شروعمون از این قسمت کمره. به اندازه این قسمت کمر باید زنجیره بزنیم. دور کمری که من میخوام ببافم، دور سینه‌ای که میخوام ببافم 46. یه دونه پشت و یه دونه جلو میبافم، پس تقسیم به 2 میکنم که میشه 23. به اندازه 23 سانتی متر به اضافه حالا هر آزادی که میخواین به دور کمرتون بدین، شما باید زنجیره بزنین. من 1 سانت آزادی میدم. من سایز نوزادی دارم تقریبا میبافم و میام چیکار میکنم؟ تعداد زنجیره‌ای هم که میزنم باید مضرب 3 باشه. پس من اومدم به اندازه 24 سانتی متر و زنجیره های مضرب 3 زنجیره زدم. میام 3 تا زنجیره دیگه میزنم و تو زنجیره 4م 1 دونه پایه بلند میبافم. یه زنجیره میزنم از پایین، دوباره توی همون زنجیره قبلی یه پایه بلند میزنم. 2 تا زنجیره رو جا میذارم، 1 2. توی زنجیره 3 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند توی همون زنجیره میبافم. دوباره تکرار میشه. 2 تا زنجیره رو از پایین جا میذارم، توی زنجیره 3 1 پایه بلند، 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافم. پایه های وی شکل بچه ها ما داریم اینجا میبافیم که حالا تا پایان رجمون همین پترن رو ادامه میدیم. 2 تا زنجیره جا میذاریم، تو زنجیره 3 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند میبافیم. به همین صورت این کار رو ادامه میدم. این پترن رو توی زنجیره هایی که دارم تا برسم به انتهای رجم. انتهای رجم یه دونه زنجیره برام مونده که 1 دونه پایه بلند، که حالا میتونیم بگیم این پایه بلند اول و آخر پایه های حاشیه‌مون هستن. 3 تا زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. داخل این فضاهای یه زنجیره یا پایه های وی دوباره یه پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافم. داخل فضای یه زنجیره بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافم. دوباره داخل فضای بعدی به همین صورت توی همه پایه های وی شکلی که من دارم یه پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافم تا انتهای رجم. به انتهای رجم که رسیدم، روی 3 زنجیره‌ای که داشتم یه دونه پایه بلند دیگه میبافم. ابتدا و انتهای رجم یه دونه پایه بلند دارم. 3 تا زنجیره کارم رو برمیگردونم. دوباره مثل رج قبلم توی این فضای یه زنجیره‌ای یه پایه بلند، یه زنجیره، 1 پایه بلند میبافم توی همه این فضاهایی که دارم. تا انتهای کارمون بچه ها این پترنمون ادامه داره. یه پترن خیلی ساده ولی شیک و قشنگه. این کار رو ما باید ادامه بدیم، این بافت رو. خب حالا بچه ها بلندی این کار چقدره؟ ببینین من توضیح بدم براتون روی شکل. بلندی کارمون از سرشونه تا جاییه که حالا میخواین اون خط کمرتون باشه. این بلندی رو من میبافم. 2 تا بچه ها تیکه، یه تیکه برای جلو و یه تیکه برای پشت باید ببافم. و حالا یقمم، گودی یقم به کارم نمیدم. ببینین
یه تیکه صاف بچه های مستطیل کامل من میام این پترن رو ادامه میدم که بلندی بالا تنم و پهناش حالا 1/2 دور سینم به اضافه اون آزادیه که بهش دادم. من 2 قسمت از این مستطیل رو باید ببافم، یه دونه برای پشت، یه دونه برای جلو که این بافت رو من انجام دادم. و الان باید چیکار کنیم؟ باید بیام وسط کارم و بچه ها برای یقم، برای بافت دوخت سرشونه هام وسط کارم و من میام مشخص میکنم. یا میتونین متر بذارین یا حالا تعداد پایه هاتون رو تقسیم بر 2 کنین و وسط کارتون رو پیدا کنین یه دونه مارکر بزنین. من پایه هامو میشمرم و وسط کارم یه دونه مارکر میزنم که گمش نکنم. قسمت وسط یقم میشه اینجا. خب حالا من میام باید سرشونه هامو مشخص کنم. سرشونه هام اینجا میخواد دوخته بشه به هم دیگه، پس باید سرشونه هامو مشخص کنم. میام بعد دور گردنی که دارم یا اندازه میزنم یا من توی جدول سایز دارم. خب من الان مثلا دور گردنم 22 تقسیم به 2 میکنم 11 تا برای قسمت جلوی کارم و 11 تا برای قسمت پشت کارم. خب پس میام از این قسمت مارکر این طرف و اون طرف مارکرم هر کدوم 5.5 سانت مشخص میکنم که 11 سانتی مترم باشه و یه دونه مارکر جدای دیگه میزنم که توی دوخت سرشونم این قسمت ها جا به جا نشه یا گمش نکنم. این سمت هم همینجور میام همین مقداری 5.5 سانتی که اون سمت گذاشتم این سمتم مشخص میکنم. از این مارکر قرمزم تا اون مارکر قرمزم میشه دور یقم و این سمت و اون سمت بافتم میشه سرشونه ها. میام اون قسمت رو میذارم روی قسمت حالا جلوی کارم. اگه این قسمت پشت باشه و از حالا اول رجم اول بافتم تا قسمت مارکر قرمزم رو به هم دیگه وصل میکنم. میتونین با نخ و سوزن و میتونین مثل من با قلاب حالا یا پایه کوتاه یا بست بزنین و این قسمت ها رو به هم دیگه وصل کنین. من میام با قلاب این 2 قسمت رو به هم دیگه وصل میکنم. پس این میشه درز سرشونه هامون. 1 زنجیر از قسمت جلو و 1 زنجیر از قسمت پشت میگیرم و به هم دیگه وصل میکنم و پایه کوتاه میزنم. شما وقتی اندازه ها رو داشته باشین میتونین برای هر سایزی این کار قشنگ رو ببافین، حتی سایز بزرگسال. به این صورتی که میبینین من اومدم درز سرشونم رو به هم دیگه وصل کردم و اتصال دادم. این یکی از سرشونه ها. نخو بست میزنم، کات میکنم و میرم برای اتصال سرشونه بعدیم نخو وصل میکنم و دوباره با پایه کوتاه میام سرشونه بعدیم رو هم به هم دیگه وصل میکنم. شما با نخ و سوزن هم میتونین این درزا رو به هم دیگه وصل کنین و بدوزین.
خب این سرشونه هم به هم دیگه وصل شد. نخم و کات میکنم. حالا بچه ها میخوایم درز پهلوی کار رو ببافیم به اندازه بلندی حلقه. بچه ها بسته به سایزتون میاین پایین، یعنی اینجا که حلقه آستینتونه باید باز بمونه و هر مقداری دیگه از بالا تنتون موند رو به هم دیگه دوباره وصل میکنین. اینا درز پهلوی کارمونه. دوباره من با پایه کوتاه این درز رو هم به همین راحتی به هم دیگه وصل میکنم. پس بلندی حلقه آستین رو جا میذاریم و ما بقیه درز پهلو رو به هم دیگه وصل میکنیم. این قسمت پهلو رو هم همینطور، همین مقداری که حالا توی اون پهلو به هم وصل شده این یکی پهلو رو هم به هم وصل میکنیم. خب این مارکرم رو من جدا میکنم و میایم برای بافت حالا چین هایی که من دور حلقه آستین داشتم. پهلو رو که بافتم نخ و جدا نمی کنم، کارم رو به رو می کنم، چون اونجا پشت کارم بود که ما داشتیم حالا درزا رو به هم دیگه وصل می کردیم. میام روی کارم و نخ رو هم میارم روی کار. خب به این صورت میشه بچه ها. 3 تا زنجیره میزنم و ببینین توی این قسمت های پایه بلندی که دارم 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافم. حالا توی پایه بعدی، فضای بعدی که دارم دوباره 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند میبافم. تو فضای بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند میبافم تا انتهای کارم. تا حالا این کار رو ادامه میدم، این بافت رو تا بیام برسم به سرشونه دور بزنم و دوباره برسم به ابتدای رجم که زیر حلقه آستینمه. خب اینجا بست میزنم و میام داخل این فضاهای 1 زنجیره‌ای که دارم، داخل هر کدوم از این فضاها 6 تا پایه بلند میبافم. این فضاهای وی شکلی که داریم بچه ها، داخل هر کدوم 6 تا پایه بلند میبافم. میرم توی فضای بعدی دوباره 6 تا پایه بلند میبافم. 3 تا، 4 تا، 5 تا و 6 تا. دوباره فضای بعدی به همین صورت میبافم. 1 توی همه این فضاها 6 تا پایه بلند میبافم تا برسم دوباره به انتهای رجم. وقتی رسیدم به انتهای رجم بست میزنم به ابتدای رج و توی این رج داخل هر پایه بلندی که دارم 1 دونه پایه بلند دیگه میبافم. ببینین حلقه آستینمون به این شکل میشه. چون افزایش پایه داشتیم به شکل حالا چین خوردگی هست دور حلقه آستینمون. پس میام توی این رج هم ببینین به این صورت شد بچه ها. حالا میام توی این رج هم روی هر پایه بلندی که دارم 1 دونه پایه بلند دیگه میبافم. دیگه حالا توی این رج ما افزایشی نداریم. هر تعداد پایه‌ای که از رج قبل داشتم توی این رج هم دارم. میبافم تا انتهای رج و این حلقه آستینم رو هم دقیقاً مثل همون حلقه آستینم میبافم. خب حلقه های آستینم رو بافتم، درزای پهلو به هم وصل شده. میخوام دامنم رو ببافم. میام یه قسمتی از کار رو روبروی خودم میذارم. حالا قسمت پشت کار رو روبروی خودم میذارم و چیکار میکنم؟ میام قسمت وسط بافتم رو مشخص میکنم. حالا بازم یا با متر یا با تعداد پایه‌ای که دارین و 1 دونه مارکر
میزنم که قسمت وسط رو گم نکنم. میام نخم رو وصل میکنم به حالا همون قسمتی که مارکر زده بودم. اینا فضاهاییه که بچه‌ها تو رج اول 2 زنجیره جا میذاشتیم. رج اول بود 2 زنجیره جا میذاشتیم و بعد پای بلند زنجیره پای بلند میزدیم. توی این فضاهای 2 زنجیره‌ای که جا میذاشتیم ما حالا باید بافت بزنیم. 3 زنجیره میزنم، 1 زنجیره برای فاصله و 1 دونه پایه بلند. این زنجیره فاصله 1 دونه پایه بلند توی همین فضای 2 زنجیره‌ای. دوباره پایه وی داریم بچه‌ها برای دامنمون. کل بافتمون همین پترنه. دوباره توی این فضای 2 زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافیم. توی فضای بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند میبافیم. تو فضای بعدی دوباره به همین صورت تو همه فضاهایی که داریم 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند میبافیم توی این فضاها تا دور بزنیم و برسیم دوباره ابتدای رجمون. این قسمت های پهلو که پایه وی شکل نداریم و بچه‌ها حالا 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه توی این قسمت بزنید. خب من بافتم اومدم رسیدم به ابتدای رجم. ببینین قسمت پهلو رو که گفتم به چه صورته. توی این فضاهایی که دارین پایه بلنداتون رو بزنین. حالا رج اول مشکلی پیش نمیاد. خب من بافتم اومدم رسیدم به انتهای رجم. بست میزنم به زنجیره سومی که داشتم و با بست کارمو بافتم و میرسونم به داخل این فضای 1 زنجیره‌ای. توی این رج افزایش دارم. 3 زنجیره میزنم. 1 زنجیره فاصله، 1 دونه پایه بلند. توی همین فضا دوباره 1 دونه پایه بلند دیگه. توی همین قسمت 1 زنجیره، 1 دونه پایه بلند. یعنی توی این پایه وی که من داشتم 2 وی دیگه بافتم. چون میخوام افزایش بدم دامنم یه حالت گشادی و قشنگی داشته باشه. میرم تو فضای 1 زنجیره‌ای بعدی دوباره 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. دوباره 1 پایه بلند توی همین فضا، 1 زنجیره و 1 پایه بلند دیگه. ببینیم به این صورت میشه بچه‌ها. یعنی ما پایه هامون 2 برابر میشه. چون توی هر پایه وی که من دارم توی این رج 2 پایه وی میبافم. این کار رو من ادامه میدم این بافتو تا برسم به انتهای رجم که به این صورت میشه کارمون. توی هر پایه وی 2 پایه وی میزنم، میبافم، دور میزنم تا بیام برسم به انتهای رجم. به این صورت میشه کارم بچه‌ها. حالا توی این فضایی هم که توی پهلو داشتیم همینجور بچه‌ها. دوباره 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند میبافم. دوباره 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند توی همون فضا. و توی فضای بعدی میرم. میبافم تا برسم به انتهای رجم. خب به انتهای رج که رسیدیم بچه ها، الان از این رج تا جایی که دیگه میخوایم بلندی دامنتون باشه توی هر پایه وی که داریم بچه ها باید 1 دونه پایه وی ببافین. مثل بالا تنه که بافتیم به همین راحتی. من بستم و زدم توی این پایه ویم 3 زنجیره، 1 زنجیره فاصله و 1 پایه بلند میبافم. دوباره تو پایه بعدی دیگه افزایشی ندارم بچه ها تا انتهای کارم. توی این پایه هم 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند میبافم.
تا انتهای بافتم و تا جایی که میخوایم بلندی دامنتون باشه همین پترن رو اجرا میکنین. کار خیلی قشنگ و شیکیه بچه ها، چه برای کوچیکترها چه برای بزرگترها، برای خودتون. انشالله که ببافین، دوست داشته باشین، حمایت کنین و عکسای کارای خوشگلی که میبافین و حتما توی پیج اینستا حالا یا تلگرام برای من بذارین. منم بافتم و ادامه میدم تا دیگه برسم به اون بلندی دلخواهم، به اون بلندی که میخوام دامنم داشته باشه. همون جوری که گفتم سایز من یه سایز تقریبا میتونم بگم نوزادیه. ادامه میدم کارم و تا انتهای رجم توی همه این پایه ها یه دونه پایه وی میبافم و توی رجای بعدی هم همینجور. اینم از آموزش قشنگ امروزمون. ببافین، عکسای خوشگلتون رو تو رنگای، حالا من این رنگو بافتم، تو رنگای قشنگتر برای من بفرستین.